رفقا سلام و عرض ادب. توی این ویدیو حرفای خوبی گفته شده و ببینید عشق میکن مطمئنم. و حرفایی که میزنم. چه خبر؟ خوبید؟ چیکارا میکنید؟ امروز اومدیم پس ریال جوایزشو باز کنیم. یه نکته میگم، این پس ریالی که شما میتونید تا 1.5 سال پیش و 2 سال پیش میتونید با قیمت 600-700 تومن دایمون پسش رو بخری. الان شما با یک زیر 1.700 گیر نمیارید، رسما 2 برابر شده و اینه که بده و دلاری که روز به روز میره بالاتر. به امید روزای خوب رفقا بریم از بالا شروع کنیم. خدا بخواد باید اینو میزدم که ارزم بر حضورتون اکان بیاد بالا. رفقا هیرو میمیپکا رو بهتون میده و بله هیرو میمیپکا رو میبینیم به ما داد و رفقا نمیصرفه، واقعا دیگه نمیصرفه رفقا. دیگه بخوای نمیدونم 1.700 بیدی به خاطر یه پس رویال نمیصرفه. این 3 ستاره باز کنیم. ماشاءالله 4 ستاره شد. مرسی 2 تا لژندری دمش گرم و نیاز دارم واقعا رفقا. پس این تاورسکین این سیزنم واقعا خوبه. چرا من گرفتم اینو؟ 90 میگرفتم. چقدر بیرون سرسنا میاد رفقا. ببخشید اگه سرسنا میادش دیگه. مهمون وقتی میاد خونه دایی ما میان خونه دهن ما دیگه صاف میشه رسما دیگه. بچه‌هاش انقدر سرسدا خودشون نه انقدر سرسدا میکنن و خلاصه من انقدر بخاطر همین دارم سری صحبت میکنم. ببینید رفقا این زندگی واقعا به درد یعنی واسه مرسی 37,000 تا گلد و واقعا همه چیز گرون شده متاسفانه. رسما همه چیز گرون شده و من مجبورم اینو بزنم. دو دل بودم میگفتم نزنم خب اکانت به چخ میره، سطح ویدیو میاد پایین فلان میشه و باید میزدم رفقا، باید میزدم و همینم ویدیوش میکنیم. خیلی نمیتونم بخرم، منم واقعا به ساخته خوردم میاد 1.700 خب رسما ریختیم تو جوب دیگه و چون با یه پس رویال قطعا اکانت مکس نمیشه. چی میده اینو؟ 4 ستاره. 4 ستاره ایسا خوب بده. 1800 تا نایت نیستمش. دابل مینیون بده، لاوا بده کلا. اینو بگیریم، اینا رو بگیریم. اینا آخر سر باید خرج بشه رفقا. قدیم خیلی بهتر بود پس رویش، الان رسما هیچ به دردی نمیخواد. خب یه کات دادم ببخشید. واقعا دیگه نمیصرفه رفقا، هیچی دیگه نمیصرفه و یعنی من مجبورم پس رویل بزنم. سیزن بعدی مجبورم پس رویل بزنم رفقا، چون که رسما اکانت ضعیفه. باید 2 تا پس رویل بخوریم. این همه بعد 5-6 تا بعد گرند بخوره روش و مجبوریه. و قدیم پس رویل خیلی بهتر. الان ذره اهمیت شما با یه پس رویل میتونستید یکی تو تقریبا مثلا نمیشه رفقا، نمیشه. انقدر افتضاح. 3 ستاره یه مادرویچ و دابل مینیون خیلی برام مهمه. مثلا لاوا برام مهمه ولی مثلا دابل مینیون رفقا اینا رو ما بگیریم. واقعا چی بگه آدم؟ مثلا چند تا مونده رفقا؟ خب بس مونده چند تا. واقعا دیگه این زندگی کلا دیگه همش گرونی شده دیگه. 1.700 بدی وقتی میتونستی با 600,000 تومن 2 سال پیش بخری. اینقدر رفته بالا و 25 تا جم خیلی کم. قدیم 500 تا اینطور، الان به هیچ جم 250 تا شما بیشتر جم نمیده. امیدوارم این نویسه خوب به من بده بابا، بده دیگه لعنه تو سرویس. درست حسابی بده آجی، داره خودی 1.700 اون داره به فنا میره و امیدوارم یه چست دیگه داریم. چه چست شانسی دیگه اینو من باز کردم و بهتون میگم چی بودش. و ببخشید اگه ویدیو بیرون صدا میاد، واقعا دارم فشاری میشم. بیرون بهشون بگم ناموسن نمیدونم دیگه دارم فشاری میشم. بابا بس کنید دیگه، بچه این نگه 10 سالتون 12 سالتون شد، بس دیگه اینقدر سر صدا میکنید واقعا. یعنی یه ویدیو میخوایم بگیریم ما مشکل همینه دیگه. مثلا پنجشنبه خوبه فعلا لژندری خوب داره میده. وای مرسی لاوا داد، هر چی داد لاوا داد. و این رفقا من خیلی دل تو دلم بود چیه بودش و یکی از رفیقام زد به 5600 دابل مینیون داد و واقعا رسما خدا بود و واقعا به درم خورد. رفقا بریم که اینا رو شروع کنیم به خرج کردن. لول اپ
لول اپو میدیم تا اومدیم مثل 15 کردیم لول 16 اومد داخل کلاش. مرسی. لول بعدی رو رفتیم 3000 تا گل، 20 تا جم، 2 تا بربر، یه هوک. با یه پسرار رفقا چیزی نمیشه رفقا و باید حداقل شما یک عالم 2 تا پسرار بزنید. 2 تا لول رفتن بالا برگام. ای والله و خوبه برگام 2 تا مونده و 2 تاش هم لژندریه دیگه معلومه. ای وای وای گلدن نایت خوبه. گلدن نایت هم هستیم. 3500 تا هم از این تاورا اوکیه. اینا رو رفقا خرجشون میکنیم و خلاصه که هیرو مینی پکا هم داد اوکی هم با مینی پکا هیرو و آره. و این موتش چجوریه؟ این موتش لاچر دیوارم به درد نمیخوره و خب بریم که خرجشون کنیم. قدیم اینطوری نبود، خیلی به شما اجازه خرج کردن نمیداد، هر چی بود خودشون بهتون میداد و تموم میشد میرم. خب رفقا علاوه باید مکس کنیم. علاوه باید مکس کنیم. چند تا داریم؟ اینو میزنیم روی مینیونز. 1600 تا هست. روی مینیورد نمیخوام بزنم بیشتر. الان دوستان برم لول بعدی. لول بعدی رو بغل کنم رسما و شروع میکنیم. 247 میدیم به این و عرضم بر حضورت گلد کم داریم رفقا. گلد و عرضم بر میتونیم به آرچر هم بدیم ولی خب به نظر من بربر قطعیه. بربر چون کارت دو لاوامه رسما قطعی باید اینو بذارمش. ارتقا میدم و واقعا دارم فکر میکنم الان یکم میصرفه. چیزای خوبی تا الان به ما داده. 380 تا دیگه مونده. یه کارت دیگه در آستانه لول بعدی. واقعا دلم میسوزه از این بازی پی تو وین. رسما پی تو وین رفقا. برای یکی 10 خط داخل کامنت مینویسه نه کجاش پی تو وین. آره آقا آره شما درست میگی، ما همیشه اشتباه میگیم. من میدونم اشتباه از منه و خب لژندری الان ری رو بذار ما خرجش کنیم. کارت ری رو و کم فکر کنم ببینم چی استفاده میکنم. چند دقیقه ویدیو؟ 7 دقیقه. خوبه بس. اینو میزنیم. جاینت به درد میخورم. میخوام برم پوشکاپ کنم با جاینت میزنم. جاینت الان سیزن هم چیز خورده، مکسی بوست خورده، به درد میخورم. 70 تا میدیم به فلای ماشین تو لاوا هستش. 20 تا میدیم والکری. خب بذار اول اینو خرج کنیم. رسما بذار اول اینو خرج کنیم چون که این به نظرم بهتره. اینم از این. خب نه خوبه، خوشم اومد. لژندری آخر دیگه ها. لژندری رسما باید آخر باشه. آره این واقعا برام مهمه و یه دونه میدم به این واینز بره. خب رفقا میریم بالون ارتقاش بدیم چون من بالون رسما ضعف دارم داخلش و بالون برو لول بعدی رفیق دارم. چند تا میگیره؟ 70 تا. پس لول بعدی را میره. خب ما 80 تا داریم. برو لول 13. پس رویال خوبه اگه پولشو دارید. نه اینکه برم از اونجور کنم به اسقر میدم بعدا نمیدونم رفیقم بخورم. نه رفقا اگه نمیتونید نزنید. واقعا میگم با این وضعیت اقتصادی اصلا نزنید. برید یک هفتهتون نگه دارید سرمایه‌گذاری یه چیز بکنید. به نظر من خب روک بذار بهتون اینو بگم. خب 16 تا دیگه مونده. نمیدونم رو چی بزنم. به نظر من بالون بزنم چون بالون در اصل باید بره لولای بعدی. خب این برای من جالبه. 2 تا لابا هیوان داده. هیون نمیدونم دقیقا با اینکه اینم خیلی بازی کردم. آره یه رم رایدر بدیم یا نه؟ به نظرم نه ولش نمیصرفد. نمیدونم چند تاست؟ 7. اینجا نمیره لول بعدی متاسفانه. ولی دوست دارم میسی بزنم که به دردم بخورم. مثلا بدم 3 تا اینفردرای تکاملش هم دارم.
مثلا بدیم رمراده. بذار بریم لول بعدی رفقا. لول بعدی بریم خیلی بهتره. دوتاش میدیم ماینر دیگه. یکیش میدیم رفقا. بریم ببینیم تا کجا میشه ارتقاش داد. زیاد چشم آب نمیخوره چون رسمی زیاد کلا هیچ چشم آب نمیخوره چون که رسمی 38,000 تا بیشتر گلد نداریم. حالا شروع میکنیم رفقا. باز شروع میکنیم ببینیم چند میشه برد بالا. گلدش کمه رفقا. گلدش کمه. 25,000 تا اونور میدهیم. بیشتر نمیرسه رفقا. آره بیشتر نمیرسه متاسفانه. و آره گلد نیستش رفقا. گلد نیست. بحث گلده و اینا هستش رفقا. تمومه دیگه ویدیو دید. 10 دقیقه ویدیو شده و نمیخوام دیگه برم بگم یه بتل بزنیم نمیدونم عرضم عرضورت فلان کنم نمیدونم بسار کنم. نه دیگه بس. من دارم یکاش تیروزپ رو میبردیم لول 13 شای کردم. حالا به امید خودم یکم بازی کنم. الان یکم لول اوکی شد. لول اوکی شد یکم. حالا خلاصی میگم دیگه از این صحبت هست. شما لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه رفقا. مرسی اینجا ویدیو همراه ما بودید. رسما این بازی پیتون بین است. چه بخوایم قبول کنیم نکنیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا. از این به بعدم 2 تا ویدیو تو روی یه روز داریم. سعی میکنم داشته باشم دیگه. اگه دیدید شب آپلود نمیشه زوره آپلود رفقا. تضمینی آپلود. شب دیگه آپلود نشد بدون نشد دیگه نرسیدم. و مثلا پنجشنبه جمعه. حالا جمعه کمتر. پنجشنبه رسما احتمال نرسم. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.